سلام و درود بر بچهای چنل رونالدو فنسیسی. اولین ویدیو صوتیمون هست. میخوایم بررسی‌هایی از تیم ملی پرتغال داشته باشیم و امیدواریم که رونالدو کبیر بتونه که قهرمانی جام جهانی رو جشن بگیره و ما خیلی از هوادارهای ایرانی براش خوشحال باشیم. شاید یه خوشحالی که واسه اون امسال داشته باشه قهرمانی رونالدوست. تو این وضعیت که واقعا سخته زندگی کردن واسه خیلیا ایدئال نیست. خیلیا جووناشون رو از دست دادن در دیما، خیلیا کشته شدن واسه ما و تأسف آورم. سیاسی نکنیم بحثشو، ولی خب سیاسی میشه یه موقعی، درد یه جورایی عمیق میشه که نمیشه از چیز دیگه ای فکر کرد و یه چیزای دیگه ای رو گفت. باید حتما این چیزایی که هست و به زبون بیاری. امیدوارم حال مردممون خوش باشه. جدا از ویدیومون بحثمون در مورد پرتغال و رونالدو و اسکوادش بریم با هم دیگه داشته باشیم این ویدیو رو. بریم سراغ پرتغالی که عزیزان به نظرم اسکواد بدکی ندارم، نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر. با مربیگری آقای مارتینز که دیدین که در سال 2025 تونستن قهرمان جام ملت‌های اروپا بشن. امسال رونالدو برعکس سالهای دیگه هافبک خوبی داره پشت سر خودش که میتونن تو پخشکن باشن براش و بتونن اونو به قهرمانی جهان برسونن. یه رویایی که واقعا واسه رونالدو و رونالدو فنا خیلی خیلی مهمه. بریم ببینیم که ترکیبو چجوری میتونن بچینن در این جام جهانی حساس و ببینیم دفاع رو کی گذاشته. دروازه‌بان که آقای دیگو کاستاس بدون شک. آرا سیلوایی هست از اسپورتینگ که دروازه‌بان خوبیه. یه دروازه‌بان دیگه ای هم که هست آقای ژوزسا، بازیکن ولورهمپتون که فکر نکنم بازی بهش برسه. سقوط تیمش هم امسال دیده روی خوبی به نظرم نداره. دیگو کاستا رو 100% به یقین دروازه‌بان پرتغال بدونین در جام جهانی. دفاع وسطاشون روبن دیاز و گونسالو راموس که بخشین گونسالو ایناسیو خواهد بود. دفاع کناریاشون ژاو کانسلو و نونو مندس. حالا از دیگو دالو و نلسون سندو هم استفاده زیادی خواهد شد و به نظرم وسط ویگا و توماس آرایخو هم شاید بهشون بازی برسه. سراغ هافبکاش واقعا فوق‌العاده‌ان. یعنی من میتونم بگم بهترین هافبک جام جهانی پرتغال: برونو فرناندز، برناردو سیلوا، ژائو نویس و روبن نویس، ویتینیا، ساموئل کاستا. به نظرم برونو فرناندز رو باید فیکس بذاریم تو این ترکیب. ژائو نویس با ویتینیا خیلی با هم دیگه مچن. تو پاریس دیدین دیگه، هواداران فوتبال اگه دیده باشن خیلی با هم دیگه اینا مچن و میتونن که کار فوق‌العاده‌ای رو انجام بدن. این کسایی که فیکس میشن این ستان، ولی احتمال یقین میدم که جای آقای روبن نویس با ژائو نویس اسمشون شبیه هم دیگه است.
عوض بشه. مثلا یه جورایی شاید این یه بار فیکس باشه، شاید اون یه بار فیکس باشه. ولی ویتینیا و برونو فرناندز 100% تو هر بازی فیکس هستن و میتونن که تو پخش کنه بازی باشن. برناردو سیلوا هم احتمال داره که وینگر باشه، چون پرتغال وینگرای نسبتا خوبی نداره. حالا مثلا لیاو سرعتیه، میتونه یک در مقابل یک و راحت میتونه برداره. باز ما میتونیم ژاو فلیکس رو داشته باشیم وینگر وایس، کنسنسا رو میتونیم، کنسنسای پسر رو میتونیم که در وینگر داشته باشیم. ولی به یقین میگم که حمله پرتغال حتما رونالدو که فیکسه. اینو نمیشه مثلا گفت آیا لیاو فیکس میشه یا بنتو. پدرو نتو، بنتو نه. انقدر این بازی های النصر رو دیدیم، بنتوی هرسمون داده، میگیم بنتو بجن که بگیم نتو. پدرو نتو. یه توپقایی هم تو حرف زدن ما خواهیم دید، چون اولین ویدیوه و خیلی هم باید واسهتون سخت نباشه. آره، نتو و لیاو احتمالاً جا داره دیگه، جاشونو با هم دیگه عوض کنن، یه بار این فیکس باشه یه بار اون. و به نظرم نتو رو بازی میده، چون در بازی اخیر که دیدیم با نیجریه عملکرد خوبی داشت پدرو نتو. و لیاوی که بازیکن سرعتی میتونه فیکس باشه، اونم تکرار کردم اگه بخواد سرعت بازی رو ببره بالا آقای مارتینز، لیاو بهترین گزینه است. به احتمال 50 که خودم در نظر گرفتم ترکیب پرتغال این میشه. حالا مثلا شاید بخواد به ترکیب خوب برسه آقای مارتینز تو تمرینات، ولی این ترکیبی که من میگم احتمالاً مال جام جهانیه. یه بحث خوبی هم میشه گذاشت، واسه اینکه پرتغال درسته نسبت به سال قبل خیلی بهتره اسکوادش، ولی مثلا دفاع وسطش خیلی نمیتونه بگم که میتونه تو جام جهانی کار فوق‌العاده‌ای رو انجام بده، چون ایناسیو با تجربه یه جورایی میشه هست، ولی خب بازم اون پست اصلیش اون نبوده تو اسپورتینگ. الان یه جورایی اون پست وسط رو بازی میکنه. ویگا هم دیدیم که بازی با بارسا یه اخراجی داد که واقعا نمیدونم میخواد شخصیت پپر رو داشته باشه یا خیر. من بین این دوتا، حالا جدا از بحث ایناسیو، ویگا رو خیلی بهتر میدونم، رناتو ویگا، چون غیرتی بازی میکنه، شاید سرعتی نباشه یا تو پخش کنه خوبی نباشه، میتونن توپو به کناری بدن. روبن نوس و ژائو کانسلو و نونو مندس به دست بیارن، توپو پخش کنن و بتونن نتیجه لازم واسه پرتغال. چرا؟ یک اینکه آفبک‌های خوبی داره، دو اینکه دفاع کناری‌های خوبی داره. نونو مندس راحت میتونه توپا رو به یارو برسونه، میتونه به رونالدو برسونه.
ژائو کانسلو که کلا نمیدونم چیه، رونالدو دشمنی داره این بازیکن. واقعا نمیفهمم بعضی موقع. توی که با یوونتوس با رونالدو تونستی خودتو به اون کلاس جهانی برسونی، چرا فیس و قیافه میایی واسه رونالدو؟ واقعا از بازی کردنش دیدم یا از خوشحالی پرتغالیا دیدم که این یکم بی احترامی میکنه به رونالدو. تعصب آوره. شما به یکی بی احترامی میکنین که اون یه جورایی کشور پرتغالی که ما الان داریم میگیم دوستان، یه زمانی پرتغال رو فقط یه میوه میدونستن. الان 3 جام واسه تیمتون آورده، واسه ملتتون آورده. یورو 2016 جام ملت ها واسه اولین بار تو خود پرتغال سال 2019 تونست بالای سر ببره و سال 2025 باز تونست اینو تکرار کنه. نمیشه گفت اون شخصیت قهرمانی نداره تو ملت، تو کشوری که واقعا مثلا تاریخچه‌ای نداشت تا موقعی که رونالدو نبود. و این یه بازیکنایی اومدن همچی کاری کردن سال 2020 هم 22 که همچی اتفاقی افتاد و تیم با هم دیگه مچ نبود. بازیکنایی مثل برونو فرناندز و آقای ژائو کانسلو خیلی پول از خودشون در می آوردن. امیدوارم که امسال هم چه اتفاقی نیفته. خوشحالم که تا همین لحظه ویدیو ما رو تماشا کردین. کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید. روزگار به کامتون باشه. با امید قهرمانی پرتغال و رونالدو تو جام جهانی 2026 مکزیک، کانادا، آمریکا.